بابای شهید رو بعد شهادت پسرش دیدم. یه روز دم در خانه نشسته، آدم محترم، سابقه نداشت تو کوچه بنشینه. نشستم کنارش، گفتم حاجی کاری داری؟ چیزی میخوای؟ گفت نه اومدم برم، دیدم انگار یه حرفی میخواد بزنه. برگشتم گفتم حاجی تو رو به خدا بگو اگه کاری داری. بابای شهید محترم دیدم یه مرتبه زد زیر گریه، گفت فلانی به خدا 1 ساعت نشستم اینجا، راه خونمونو گم کردم. گفتم بابا به خدا تو روبروی خونتون نشستی. گفت داغ این پسر نمیدونی با دلم چی کرده. من نمیدونم ابی عبدالله راه خیمه رو چگونه پیدا کرد. آره بهت میگم راه خیمه رو چگونه پیدا کرد. چگونه؟